اون اواخر کارمندای دولت حتی در حد مثلا معلمای دبیرستان تعطیلاتشون رو رفتن اروپا 2 هفته 3 هفته، یعنی درآمدشون با اون دقت اجازه میداد این کارو بکنن. یعنی که اون زمان هم رفتن بر فرانسه تحصیلات کردن، اینها پول آنچنانی لازم نداشت. مضافاً به این که اونجا که رفتیم یادت بود که خود رژیم شاه به هر کسی که فوق لیسانس میخوند اون زمان ماهیانه 700 فرانک فرانسه میداد. 700 فرانک فرانسه پولی کمی نبود. ما الان همیشه جشنای 2500 ساله رو مسخره میکنیم. خب میگیم آقا شاه پول خرج کرد فلان کرد. شما میدونید که گردشگری ایران بعد از ببین شاه کلا تو جشنای 2500 ساله 25 میلیون دلار خرج کرد اون سال 50. سال 51 درآمد گردشگری ایران شد 200 میلیون دلار آزاد. ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروختیم. چاهامون رو در این 30 سال چاهای نفت رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راه به دلیل اینکه ارگون نداشتیم. من از شماها عذر میخواهم. من از ملت ایران عذر میخواهم. من از این مادرهایی که بچه‌های خودشون را از دست دادن معذرت میخوام.